بازار طلا و دلار که بلا تکلیفه، بین یه عدد 18 میلیون تا 19 میلیون تومان داره نوسان میکنه. بالا پایین رفتنش هم برگشته سمت توافق کردن ایران و آمریکا. از اون طرف نمیدونیم بخریم، از اون طرف احتمال ریزش سنگین وجود داره، از اون طرف احتمال سودای عجیب غریب وجود داره. نمیدونیم باید چی کار بکنیم و این تفاوت سناریوها، این که نمیتونیم وزن درستی به هر سناریویی بدیم و از اون طرف نمیدونیم که چه وزنی رو باید به چه دارایی بدیم توی سبد سرمایه گذاریمون، اینا همه گیج کننده های بازار امروز واسه مردم. به رسم یک شنبه ها ویدیو تحلیل داریم میذاریم که هفته رو بررسی بکنیم، به این سوالا قرار پاسخ بدم. توافق یا مذاکره یا احتمال جنگه، اینا هر کدومشون چه شکلیه، چه اتفاقاتی قرار بیفته، اتفاقاتی که توی این چند روز افتاده چه تأثیری قرار روی بازار بذاره، طلا بخرم نخرم، ملک بخرم نخرم، همه این بخرم نخرم رو جواب قاطع یک کلمه‌ای حتی میتونیم بهش بدیم، توی چه بازه قیمتی چه حرکتایی انجام بدیم و کامل بررسی میکنیم با هم دیگه، و اینکه چه اتفاقی قراره بیفته، واقعا چی میشه. همه اینا رو با هم دیگه سریع بررسی میکنیم. سعی میکنیم زمان ویدیومون هم تا جایی که ممکنه کوتاه‌تر بکنیم، سرعت و ریتم صحبتمون بیشتر بشه و اینکه ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. یه تیکه فقط بهتون بگم دوستان، من دارم سعی میکنم برنامه‌ریزی میکنم که چون دانش اقتصادی برای هر کسی به زبون ساده، اقتصاد رفتاری موضوع مهمی. اقتصاد رفتاری یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من بدونم در هر شرایطی که اتفاق افتاد چیکار باید بکنم. خب من اومدم نگاه کردم، گفتم ما که داریم توی چنل یوتیوبمون داریم تحلیل میذاریم، به مردم میگیم آقا این هفته باید چیکار بکنی، این چه قیمتایی رو باید انجام بدیم، میریم جلو، به هر صورت داریم در حد توانمون یه کمکی میرسونیم. گفتیم کار دیگه که میتونیم بکنیم چیه؟ اومدیم یه چنل توی آپارات زدیم که هم یه چنل بکاپی باشه واسه در واقع یوتیوبمون اگر احیانا دوباره اینترنت ها قطع شد و از دست رفت. ولی از اون مهمتر گفتم که خب بذار یه ارزش افزوده‌ای هم اونجا ایجاد بکنیم. گفتیم بیایم آموزش‌های اقتصادی و موضوعات اقتصادی رو از این هفته شروع بکنیم، ویدیوهای تک تک بذاریم اونجا، شما بری آموزش اقتصادی تو اونجا ببینی اگه می‌خوای بری ببینی. توی آپاراتمون دقیقاً با همین فوروین ایجنسی بری اونجا آموزش‌های اقتصادی اونجا بشینی ببینی که آقا خورد خودت شروع کنی یاد گرفتن. علاوه بر اینکه اینجا تحلیل‌های هفتگی رو می‌بینی، موضوعات مهم رو می‌بینی، قیمت‌ها رو رصد می‌کنی، اونجا بری آموزش ببینی و اونجا رو بکنیم مختص آموزش‌ها. حالا اخبار و اینا رو اگر اینجا از دست رفت و دیگه دسترسی به اینترنت نداشتیم، بچه‌ها می‌دونن که باید اونجا دنبال بکنن و ما رو اونجا ببینن. ولی اولویت اصلی که ما تو لحظه هستیم اینجاست، اونجا رو فعلا اختصاص میدیم به آموزش ها، ولی اینکه حالا یه سری کپی از تحلیل‌ها رو اونجا میذاریم که اگر اتفاقی افتاد بدونید که اونجا به عنوان بکاپ میتونه باشه. ولی اونجا رو داریم طراحی میکنیم که آموزش‌های اقتصادی به مردم بدیم و خودشون یاد بگیرن، بدون اینکه اصلا به من نوعی نیازی باشه، بدون اینکه به 4 تا پیج و بلاگر و اینفلوئنسر نیازی باشه، خودشون بتونن بخونن، تحلیل بکنن، تصمیم بگیرن. این کاریه که از دست ما برمیاد. خب بریم سراغ بحث اصلی. آقا این جنگ چی میشه؟ تا کی چه اتفاقی میفته؟ اصلا توافق میشه نمیشه؟ سرمایه گذاریم چی میشه؟ طلا بخرم نخرم؟ اینا سوالای اصلی مردمه و میخوام از یه جایی براتون شروع بکنم این صحبت ها رو انجام بدم که ببین تو این صحبت هامون قراره در مورد طلای 18 عیار صحبتی بکنیم. الان روزهایی بود که طلای 18 عیار توی یک حباب منفی به سر میبرد. بعد بیام برای ماهای آینده و سال آینده صحبتی بکنم. تردید دارن کسایی که میگن آقا الان چجوری میشه اصلا طلا بریزه؟ آقا بالاخره نمیشه احتمالی رو در نظر نگرفت که طلا اگر ریخت، سقوط شدید کرد، چه سناریویی باعث این سقوط احتمال داره بشه؟ احتمالش اصلا هست، بررسیش میکنم واسهتون و توی این ویدیو میتونی وزن بدی به سبد سرمایه گذاری و اگر وزنش متعادل نیست تو این ویدیو یاد میگیری که چجوری این وزنه رو متعادل بکنی. چقدرش رو طلا بخری، چقدرش رو دلار بخری، چقدرش رو بری یه چیز دیگه بخری، چقدرش اصلا ریال نگه داری، تا کی ریال نگه داری، چند درصد ریال نگه داری. همین رو واسهتون بررسی میکنم و یه ذرم مباحثی که مربوط به توافق، جنگ، همه این موضوعات باشه رو با هم دیگه میریزیم وسط، بدون اینکه بخوایم گرایش سمت و سوی رو بهش بدیم. فقط میخوایم بررسی بکنیم به عنوان شهروند. میخوام نگاه کنم ببینم آقا هر کدوم از این احتمالات به چند درصد میشه بهش وزن داد و چجوری باید بر اساسش تصمیم گیری کرد. بریم با هم دیگه بررسی بکنیم و سوالات مهمی امروز در موردش قراره بحث بکنیم. اول بریم سراغ طلای 18 عیار. ببینید دوستان، طلای 18 عیار این روزها
توی یک محدوده ثبات قیمتی داره آروم گرفته، نوسانات خیلی چشمگیری نیست. حوالی 18 میلیون و 200 اومد، برگشته امروز حوالی 19 میلیون تومان داره توی این کانال 18 و 19 داره نوسان میکنه. 18 و 800 18 و 600 داره این نوسان اتفاق میفته. چند تا دلیل داره. یک، همه چشما دوخته شده به صحبت‌ها و جلسه روز سه‌شنبه ایران با آمریکا توی ژنو که ببینن نتیجهش چی میشه که بازار بخواد سمت سو بگیره. از طرفی همه اتفاقات بازار الان حول محور اونس هم هست که اونس هم فعلا آروم گرفته و حوالی 4900 تا 5000 تا داره نوسان میکنه. اتفاق خبری خاص دیگه ای نیفتاده، به علاوه خیلی از رشد قیمت‌های خبری هم واسه دلار به وجود اومده. به خاطر همین ما فعلا توی این محدوده ایم. حالا سوال پیش میاد آقا وقتی الان بازار این شکلی آروم گرفته من باید چی کار کنم؟ تصمیم درست سرمایه گذاری وقتی بازار تو این حالته، ببینید وقتی بازار داره همینجور میکنه بدو میره بالا، خب ما نگرانی میگیرتمون، اون فومو بازار ما رو میگیره، میترسیم، میگیم بدو این بریم سریع بخریم جا نمونیم. خب اونجا یه سری تکلیفا و یه سری موضوعات مشخص میشه که میگیم آقا کجا بخر چیکار بکن. اما هیچکی نمیاد تو این شرایط ثبات قیمتی که معمولا حالا بعضی اوقات یه هفته، بعضی اوقات 2 ماه، بعضی اوقات 1 هفته، 3 روز، 5 روز اتفاق میفته، اینا رو بیاد بگه آقا شما تو این شرایط چیکار بکن. وقتی تو یه کانال ثابت داره نوسان میکنه و داره رنج میذاره، من اونجا باید چیکار بکنم؟ ببینید دوستان، من حس میکنم عدد 18 میلیون داره به روزهای آخر خودش میرسه. حس منه. و احتمال اینکه ما دیگه این عدد رو نبینیم و از کانال 18 تا 20 میلیون تومان طلای داخل ما شیفت بشه بره تا طلای 20 تا 25 میلیون تومان و کانال عوض بکنه و دیگه عدد 18 میلیون تومان مثل عددهای 10 میلیون، مثل عددهای 13 میلیون تومان تبدیل به یه رویا بشه و دیگه دست نیافتنی بشه، احتمال این خیلی میشه گفت بیشتر از 50% توی ذهن من. به خاطر همین من به نظرم همین محدوده یک پله خرید برای شما باید باشه. یعنی یه پله خرید اگر نقدینگی داری، یه پله خرید میتونی توی همین پله ورود بکنی و خریدتو انجام بدی. یه پله پایین‌تر رو من فقط در نظر میگیرم محدوده 17400 تا 18 میلیون تومان. زیر 18 میلیون تومان تا 17400 میتونه محدوده بعدی خرید شما باشه اگر بیاد پایین‌تر. و محدوده بعدی رو نقد نگه میدارم ببینم که چه اتفاقی میفته. یعنی من توی این 3 تا محدوده یکیش نقدم، 2 تای دیگه رو بهتون گفتم چیکار بکنید. الان اگه بلا تکلیفی نمیدونی الان باید بخری یا نخری، جواب مستقیم بهت دادم. الان بله. آقا طلا بخرم یا نخرم؟ بله بخرم. سواله طلا بفروشم الان؟ نه، در صورتی که نیاز نداری، در صورتی که کار فورسی به وجود نیامده، آقا چکی نداری، بدهی نداری، موضوعی نداری که باید بفروشی، نه نباید طلاتو بفروشی. پس مشخص شد به این سوال که الان بخرم یا نخرم، الان بفروشم یا نفروشم. الان دیگه این موضوع حل شد برای شما، چون من کامنت ها رو میخونم میبینم میگن آقا الان چیکار کنیم. الان شما جواب این سوالو تو این ویدیو از من گرفتی، با دقتم گرفتی، با قدرتم گرفتی. اما من وزن حرکت بعدی طلا رو تو کانال 20 تا 25 میلیون تومان میگم بیشتر میبینم، ولی به اصلاح قیمت هم یه وزنی دادم و گفتم توی اونجا یه پله خرید از 17400 تا 18 میلیون تومان میکنیم. رقم پله سوممون رو نقد نگه میداریم تا ببینیم حرکت بعدی بازار به چه صورتی و چه اتفاقی میفته. یه چیزی بهتون بگم دوستان، امروز یه چیزی نزدیک 1000 میلیارد تومان وارد صندوق‌های طلا شده. از اون طرف دیروز یه چیزی نزدیک 900 میلیارد تومان دوباره پول وارد صندوق‌های طلا شده بود. این 48 ساعتی که نزدیک 1000 تا 1500 میلیارد 2000 میلیارد آمار متغیره پول وارد صندوق‌های طلا شده، نشون میده که بازار طلا آماده یه جهش دیگه میشه بر اساس اعداد ارقام. از اون طرف پول سنگینی داره روزانه از بورس خارج میشه. کسایی که دارن پیجای ما رو دنبال میکنن میبینن ما هر روز داریم نقشه راه بازار بورس رو میذاریم، میبینن که آقا بازار بورس هر روز قرمز 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 ریزش شاخص رو ما داریم میبینیم. خب این یعنی پول داره از بازار بورس خارج میشه و وارد بازار طلا میشه. این تغییر گردش پول، مسیر گردش پول چی رو داره به شما ثابت میکنه؟ یه جمله طلایی میخوام بهتون در مورد این وضعیت بگم، خوب حتی یه گوشه یادداشت بکنید. اون هم اینه که دوستان وضعیت بازار ما از حالتی که ما بخوایم توش سود و بازدهی بسازیم داره یه تغییر فاز میده. تغییر فاز دادن به حالت حفظ ارزش سرمایه.
به حفظ سرمایه. به جای اینکه من امروز به سود، به درآمد بیشتر، به پول بیشتر فکر بکنم، امروز باید زاویه نگاه من تصمیم درست این باشه که آقا چیزایی که دارم الان حفظش بکنم، چیزایی که دارم الان سیوش بکنم. چیزی که آماری که میخوندم اینه که بازار خودرو توی هفته‌های گذشته از تورم جلو زده و رشدش از میزان تورم 50% ما هم بیشتر بوده. خیلی‌ها چششون میگه ای وای کاش من میرفتم ماشین میخریدم، در صورتی که من امروز دارم به شما میگم نه، شما نباید طلای خودتو بفروشی امروز بری ماشین بخری. چون امروز من حتی اگه یه چیزی دستم بیاد، این دستمال کاغذی به من 10,000% سود بده، من هیچ وقت نمیگم ای کاش من طلای خودمو میفروختم میرفتم این دستمال کاغذی رو میخریدم. چرا؟ چون امروز فاز تصمیم گیری فاز بحرانه، فاز حفظ سرمایه است، فاز حفظ ارزش سرمایه است، تا اینکه بخوایم بریم وارد فازی بشیم که الان سود بیشتر، الان درآمد بیشتر. چرا؟ چون توی این شرایط احتمال از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. پس بدونید فاز شما در شرایط بازار فعلی چیه، تصمیماتتون رو بر این اساس بگیرید. قصه اینو نخورید که من از بازار خودرو جا موندم، قصه اینو نخورید که وای فلان ملک گرون شد کاش میرفتم اونو میخریدم. الان باید به حفظ ارزش دارایی و از اون مهمتر امروز فاز نقدچوندگی دارایی به شدت حتی از سوددهیش جلوتره. یعنی اینکه من این دستمال رو خریدم، این انقدر سود داده ولی بخوام بفروشمش 20 روز زمان میبره، تا اینکه من این قندون رو خریدم و این قندون به من به جای 1000% این 10% سود داده، 20% سود داده، حفظ ارزش سرمایه هم برای من داشته، ولی من اینو تو ثانیه میتونم بفروشم. من قندونه رو انتخاب میکنم چون امروز فضای ما همونطوری گفتم بحث ارزش و حفظ ارزش داراییه، تا اینکه بخوایم بریم سراغ سوددهی، بریم سراغ بازدهی. پس عددا رو من بهتون گفتم. در مورد طلای 18 عیار صحبت کردم، اما بحث اینجاست که آقا الان بحث مذاکرات، توافق، جنگ چه شکلیه؟ اینو برای ما بازش کن. این سوالیه که صدها نفر کامنت گذاشتن. خوب گوش بده، این موضوع رو برات شسته رفته بازش میکنم، بدور از ابهام، بدور از سوال، کامل بتونی روی نقشه ای اینو بازش رو ببینی. ببینید دوستان، توی هر مذاکره ای خب دست قوی، اونی که قوی تره و برگای زیادی داره واسه بازی کردن، همیشه وقتی بخواد بره توی مذاکره بشینه و صحبت بکنه، میدونه در صورت اتفاق افتادن چه موضوعاتی قراره چه برگی رو رو بکنه و بازیش میدونه چیه. یعنی الان آمریکا که دست قوی بازی باشه میدونه که اصلا قبل از اینکه بیاد وارد مذاکرات بشه برنامه‌ریزیشو کرده بوده و اصلا امروز فقط داره بازی اتفاق میفته. امروز ما به هیچ وجه درگیر تصمیم گیریم که الان اون دو دله نمیدونه چیکار کنه، این نمیدونه چیکار کنه نیستیم. اتفاقا داره ورقهایی که قرار بوده بازی بشه داره پشت هم دیگه بازی میشه و الان ما فقط داریم یه روندی رو طی میکنیم که نتیجهش همین الان برای طرف آمریکایی مشخصه. و برای دست ضعیف‌تر که ما باشیم، ما فقط داریم به احتمالات خوشبینانه چند درصدی که 1% احتمال داشته باشه، 2% احتمال داشته باشه که اگه اتفاق بیفته برای ما عالی میشه، ما اتفاقا داریم خودمون رو هدایت میکنیم اون سمت که اون احتمالات بدبینانه تا حدی که میتونیم در مقابلش مقاوم باشیم و اون احتمالات خوشبینانه رو تا جایی که ممکنه بهش جون بدیم و بریم سمت اونا، وقت بخریم، حالا به هر طریقی چیزی اگه قراره بخریم، چیزی قراره جابجا بکنیم، موافقت 1% که میتونیم بگیریم و بگیریم، اون شانسه که میتونه برای ما 1% رو بشه رو ما بگیریم و ورقه بازی رو عوض کنیم. ولی برای یه طرف آمریکایی کاملا مشخصه که قراره چیکار بکنه. پس از الان اون میدونه داره چیکار میکنه، ما در حاله ای از ابهام و دنبال درصدهای شانس میگردیم. این موضوع اول. موضوع دوم، زمان تصمیم گیری برای ترامپ محدوده. اون زمان داره. اتفاقا برای کسی که دسته برنده داره توی همچین شرایطی زمان اهمیت مهمی پیدا میکنه. خیلی ها میگن ترامپ تا هر وقت دلش بخواد میتونه مذاکره کنه. من 100% با این حرف مخالفم و میگم اتفاقا زمان برای آمریکا بسیار حائز اهمیته. چرا؟ به خاطر رویدادهای جهانی مثل جام جهانی که توی خرداد ماه قرار برگزار بشه. از اون طرف زمان هر چقدر جلوتر بره احتمال فرسایش ها از هر طرف بیشتر میشه و این فرسایش
تعیین تکلیف شدن و رسیدن به نتیجه رو برای هر کسی سخت میکنه. به خاطر همین زمان برای آمریکا بسیار مهمه و اون داره روی برنامه زمانی خودش بر اساس آمادگی که نیاز داره برنامه‌ریزی میکنه. موضوع بعدی که از همه مهمتره، ببینید ما بیایم وزن بدیم به سبد دارایی خودمون. اینو من وصلش میکنم به این داستان وسطش. ببینید دوستان، بحث مذاکرات و توافق‌ها، آمریکا میاد میگه که آقا شما هسته‌ای تو باید بدی، شما توان موشکی تو باید بدی، شما باید اسرائیل به رسمیت بشماری، همه این چیزایی که فاکتور کرده برای ما دونه بدونه و هر کدوم بگی من میدم میگه پس بعدی هم باید بدی، هر کدوم بگی من میدم میگه پس بعدی هم باید بدی. چیزی که داره اتفاق میفته اینجوری نیست که ما بیایم بگیم همه خب اگه من اینو بدم اوکی دیگه همه چی اوکی میشه. نه، که ما حتی توی خبرها چند هفته پیش میخوندیم که حتی با رقیق سازی اون اورانیوم 60% هم موافقت شد، اما باز گفتن نه حالا وقتشه که موشکی رو به ما بدی. اینا یه بازیاییه که دونه دونش از قبل طراحی شده که آقا اگه اینو گفت من اینو میگم، بعد اینو میگم، بعد میگم اینو بده، بعد اینو میگه. در نهایت این حلقه رو تا جایی تعیین میکنم تا به اون برنامه‌ای که دارم برسم. حالا میتونه جنگ محدود باشه، میتونه جنگ تمام عیار باشه، میتونه هر اتفاق دیگه‌ای باشه. اما این برنامه ریزی چیزی که داره این شکلی جلو میره، اینجوری که داره صحبت میشه، ببینید دوستان اگه ایران هسته‌ایشو بده قطعاً باید بالستیکشو بده. ایران همه صحبتش و همه حرفش اینه که میگه آقا اگه من به تو یه چیزی دادم باید تحریمای منو برداری. من تحریمام باید برداشته بشه که بتونم یه نفسی بکشم. من الان نفسم گرفته شده، راه نفسم بسته است. خب آمریکا توی خبرایی که امروز هم اومد صحبت کرد که آقا ما در صورتی که بتونیم هسته‌ای رو بگیریم و بحث موشک‌های بالستیک و اینا رو بتونیم موضوعش حل بکنیم، در هر صورت ما فقط حمله نظامی رو کنسل میکنیم و به شما حمله نظامی نمیکنیم. تحریما سر جای خودش هست. اجازه قدرت گرفتن رو بعید میدونم دوباره بخواد آمریکا به اقتصاد ما بده، به خصوص ترامپ بخواد به اقتصاد ما بده، چون خودش توی صحبتاش گفت که آقا بایدن این فرصت رو داد و اشتباه بزرگی کرد، من دیگه این فرصت رو نمیدم. به خاطر همین این ذهنیت که ما بخوایم فکر بکنیم الان آمریکا حاضر میشه که به ما فرصت نفس کشیدن بده، فرصت باز شدن اقتصاد ما رو دوباره بده، 100% میشه گفت دور از ذهنه. اما حالا ما 100% صحبت نمی کنیم، میخوایم وزن بدیم به سبد خودمون. پس ایران اگه بخواد هسته‌ایشو بده باید توانایی موشکی خودش هم بده. اگه توانایی موشکی خودشو بده دیگه برنده دیگه ای نداره واسه رو کردن، دستش خالی میشه، دیگه چیزی نداره. نتیجتا پس بهتر همون هسته‌ای هم نده. وقتی هسته‌ای رو نده یعنی نقطه‌ای زوپایی برای توافق کردن وجود نداره، محدوده‌ای برای اینکه این با این بتونه توافق بکنه وجود نداره، جایی که دو سر طناب به هم برسه وجود نداره. نتیجتا ما باید بریم سراغ چه سناریویی؟ سراغ سناریویی که احتمال حمله نظامی به وجود میاد، احتمال حالا جنگ محدود، جنگ تأسیساتی، هر اتفاق دیگه‌ای به وجود میاد و هر کدوم از اینها که بیاد یه دونه برش بزرگ کیک این طرف وجود داره به اسم تورم، به اسم مشکلات اقتصادی، به اسم کمبودها، به اسم ناترازی‌ها که اصلا اینا بوده. اینا یک صف جداگونه‌ای بودن قبل از اینکه همه این تهدیدها و این موضوعات هم وجود داشته باشه. این موضوعات پشت دیوار اقتصاد ما وجود داشته. اینا هم قراره بهش بیاد اضافه بشه. هر اتفاق نظامی، هر تسلیحاتی، هر موضوعاتی که این وسط به وجود بیاد به موضوعات اقتصادی ما، به سنگینی فشار اقتصادی ما قراره اضافه بکنه. پس اگر امروز از من کسی بپرسه که آقا من وزن سبد سرمایه گذاریم طلا باشه یا دلار باشه، من امروز باید شک بکنم که این فرد ندونه باید چند درصد وزنش مربوط به دلار و طلا باشه که بتونه از این تورم 51% که خود بانک مرکزی اعلام کرده بتونه جون سالم به در ببره. ما امسال رشد اقتصادی منفی 1.9 رو داشتیم. رشد اقتصادی منفی 1.9 اگر همینطور ادامه پیدا بکنه با همین مسیر رشد تورم ما، شما سال آینده مثبت 55% تا 60% تورم رو حتما دارید. پس سال آینده دلار 190 تا 250 هزار تومانی، از اون طرف طلای 28 تا 30 میلیون تومانی رو اصلا از ذهنتون دور نبینید. اصلا سال 405 مرداد ماه طلا 27 میلیون تومان، دلار 200 هزار تومان. خیلی دور از ذهن نیست، منطقیه با این شرایطی که داریم پیش رو میریم. حالا تو این وضعیتی که من دارم چجوری میشه که آقا بالاخره شما که نمیتونی 100 همه چی رو ببینی،
اومد و یه اتفاق مثبتی افتاد. چجوری میشه اتفاق مثبتی بیفته؟ آقا اگه اتفاق مثبتی بیفته، اگه اون چیزایی که آمریکا میخواد اتفاق بیفته، حالا آمریکا چی میخواد؟ آمریکا میخواد که اون توافق با آمریکا شکل بگیره. خب توافقی که ترامپ هم میگه من خیلی دوست دارم شکل بگیره چیه؟ یک، اگر ما بیایم آقا همه این چیزایی که میخواد هستش رو بپذیریم، شروطش رو همه رو 1 تا 100 همه رو بپذیریم. خب از اون طرف تحریم‌های آمریکا همش برداشته بشه، سفارت آمریکا بیاد همش توی ایران باز بشه، گشایش این شکلی اتفاق بیفته توی ایران، بله ما یا رشد طلا همچنان ادامه داره؟ نه. توی این شرایط قطعاً ما یه سقوط 30 تا 40% برای طلا داریم. بله اگر این اتفاقا از اون سمت بیفته، توافق شکل بگیره، سفارت آمریکا توی ایران باز بشه، تحریم ها برداشته بشه. حالا من اگه بخوام بین این دوتا سناریو آدمی باشم که اقتصادی فکر میکنه، منطقی فکر میکنه، من به سناریوی دومی که الان بهتون گفتم که توافق بشه، تحریم ها برداشته بشه، همه اتفاقا بیفته، 20% تا 25% بیشتر وزن نمیدم. خیلی دارم منطقی فکر میکنم 20 تا 25% بیشتر وزن نمیدم. 75 تا 80% وزن سناریوی اول منه. تو سناریوی اول من باید دلار و طلا توی سبدت باشه، دلاری محور باشه، طلایی محور باشه، پکسچی باشه، اونس باشه، نقره باشه، عرض به خدمت طلای آب شده باشه و دلار باشه، تتر باشه. اینها باید جزء سبدت باشه، بخشش کریپتو باشه واسه سال آیندت. اینا باشه. از اون طرف 25% سبدم، 20% سبدمو میذارم برای اون سناریو. ببین این یعنی اقتصاد. من کاری ندارم که چه اتفاقی میفته، من حواسم به اینه هر اتفاقی بیفته من بهترین برنامه‌ریزی رو کرده باشم. الان وزن احتمالات 20 تا 25% این طرف، 80-90% این طرفه. 20 تا 25% که داره میگه 75 تا 80% این طرف، 20 تا 25% رو میدم به احتمال اینکه توافق بشه، تحریما برداشته بشه، اصلا سفارت آمریکا تو ایران باز بشه. 20 تا 25% رو میدم به این طرف. 20 تا 25% الان که دارم در موردش صحبت میکنم باید ریالی باشه. ریالی میشه بله صندوق‌های درآمد ثابت، ریال پولی که شما تو بانک داری، صندوق‌های طلایی که داری میتونی از بورس بخری. ولی الان دوره بورس نیست، الان دوره مسکن نیست، الان دوره خودرو نیست. بر اساس اولویت گفتم بورس بدترین، مسکن دوم، خودرو سوم. الان دوره اینها نیست. ولی 20 تا 25% ایرادی نداره. ولی 75% تا 80% سبدی که بهتون گفتم میشه وزن سبد شما. پس مشخص شد دیگه الان باید من وزن سبدم چه شکلی باشه. برو نگاه بنداز ببین وزن سبد چه شکلیه. این خیلی مهمه برای سال آینده شما، یه ماهه پایانی سال تا اسفند ماه که ببینیم چه اتفاقی میفته. ما از 20 مارچ به این طرف احتمالاً وزن بیشتری از درگیری ها و اتفاقات رو داریم، با توجه به اینکه ترامپ امروز گفته آقا من یه مهلت 1 ماهه به ایران میدم که تصمیم گیری بکنه. اگه این مهلتش مثل مهلت قبلیش باشه که توی جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، ما از حوالی 20 مارچ به این طرف اگر بنابر این باشه که تقابل نظامی رخ بدهد یا ندهد، توی اون بازه زمانی باید منتظر این اتفاق باشیم. حالا توی این شرایط که الان داریم با هم دیگه پیش میریم، سبد سرمایه گذاریتون رو بررسی کردیم. در مورد اونس دوستان سوال پرسیدن. دوستان ببینید اونس توی اون تحلیل ویدیو قبلی رو حتما برید ببینید، چون من اونجا محدوده های صعودی و نزولی رو گفتم. بازار تو محدوده 4900 تا 5000 دلار داره رنج میزنه. فعلا شرایط بازار رنجه و احتمالاً تا یه مقداری اصلاحی و نزولی. اما سناریوهای قیمتی که توی ویدیو قبلی گفتم همچنان پابرجا و زنده است تا روز دوشنبه که بازار جهانی باز بشه. من بهتون یه آپدیت روی اونس حتما ویدیو میگیرم و میذارم. اما در حال حاضر یک پله خرید شما اینجا به وجود میاد و تضمین شده است. در مورد بازار مسکن خیلی از من سوال میپرسید. دوستان ببینید قیمت ساخت مسکن الان من چیزی که آمارشو گرفتم تو مناطق متوسط تهران بازه بین 35 تا 40 میلیون تومان برآورد هر متر مربعی هستش که مسکن ساخته میشه. به علاوه گرون شدن هزینه‌های زندگی، هزینه ساخت مسکن رو هم بالا برده. پس ما افزایش قیمت رو داریم.
اما ما وارد یک رکود تورمی در بازار مسکن شدیم. یعنی ما افزایش قیمت‌ها رو داریم اما هیچ رشد و افزایش معامله‌ای توی این بازار دیده نمیشه، داد و ستد مشخصی دیده نمیشه. نتیجتاً برای مصرفتون بله، برای سرمایه گذاری همچنان شرایط بازار مسکن بازار مناسبی برای سرمایه گذاری شما نیست. خب موضوعات رو با هم دیگه بررسی کردیم در مورد این اتفاقات و شرایطی که به وجود اومده. دوستان از من سوال پرسیده بودن، گفته بودن که آقا شما الان احتمالات شرایط نظامی رو تو چه شرایطی میبینی؟ الان وضعیت نظامی ما، وضعیت در واقع اتفاقات ژئوپلیتیک به چه صورتیه؟ ببینید دوستان، الان وقتی هی ناو میاد از سمت آمریکا توی محدوده ما، یعنی این که ما میخوایم فشار رو به ایران بیشتر بکنیم. چه فشاری؟ فشار اقتصادی. قرار حلقه اقتصادی ما تنگ‌تر بشه، فشار اقتصادی از بابت فروش نفت به چین قرار بیشتر بشه. در نتیجه این فروش نفت به چین وقتی بیشتر میشه، درآمد نفتی ما به صفر میرسه، چون 80% نفتی هم که ما میفروختیم به چین بود، الان این عدد داره به کمترین عدد خودش میرسه تا زمان این محاصره هر چقدر حلقش تنگتر میشه. همه اینا رو اگر داشته باشیم، از اون طرف فشار نظامی رو هم دارن بیشتر میکنن، فشار اقتصادی چندین برابر میشه. پس روند صعودی افزایش قیمت ها اصلا سناریویی نیست که من حتی بخوام 1% نسبت به شک بکنم و این فشار تا جایی قرار ادامه پیدا بکنه که یا به جواب ما به آمریکا برسه یا به تقابل نظامی. یعنی ته این داستان که وضع کشیش هم براتون انجام دادم میرسه به این داستان، به این موضوع. سیاست آمریکا الان اینه که حلقه فشار نظامی رو تا جایی که میتونه تنگتر، حلقه فشار اقتصادی رو تا جایی که میتونه تنگتر، انزوا رو برای ما بیشتر بکنه تا جایی که ما یه جواب بدیم، نه قطعی یا بله قطعی. اینو بتونه از ما بگیره، آمادگی خودش هم در طول این بازه زمانی به حد اکثر برسونه بر مهره هایی که چیده و حرکت بعدی خودش رو که مشروعیت بین‌المللی هم داشته باشه و هر موضوع دیگه رو بتونه برای خودش بسازه. پس در نظر داشته باشید اتفاقی که الان داره میره سمت بازارها به این صورته. فعلا توی بازارهای دلار و طلا بهتون گفتم چیکار بکنید. نقدینگی ریالیتون بیشتر از 25%، کلا سبد ریالی شما نباید باشه. بین 75 تا 80% باید سبد شما دلاری باشه. صحبتمو نمیخوام خیلی طولانی بکنم چون میدونم الان وضعیت اینترنت هم وضعیت خوبی نیست. دوستان به سختی دست پیدا میکنن به اینترنت و میتونن یوتیوب بیان ببینن. تحلیل‌های روزانه رو من دارم میذارم توی شورت ویدیوها، حتما ببینید. تحلیل‌های مربوط به عرض به خدمتتون قیمت دلار، طلا، بازار مسکن، بازارهای مختلف حتما به صورت هفتگی 2 تا یا 3 تا ویدیو میذارم ببینید. آموزش‌های اقتصادی هم ان شاءالله از امروز شروع میکنم توی چنل آپاراتمون میذارم که دوستان بتونن ببینن. یه نویدی هم بهتون بدم، خبر خوبی داریم حالا تو این وضعیت که اصلا هیچ چیزی خوب نیست و حال هیچ کسی خوب نیست، ولی یه خبر خوبی هم میخوام بهتون بدم که ما داریم کم کم یه شرایطی رو فراهم میکنیم که شما بتونید دسترسیتون به اطلاعات اقتصادی خیلی روونتر، خیلی راحتتر بشه که حالا اون ان شاءالله بدون حرف پیش توی ویدیوهای بعدی اعلام میکنم که چیه که بتونن مردم از این شرایط هم استفاده بکنن. هر سوالی دارید بپرسید، من بر اساس سوالات شما توی یکی از آرومترین روزهای اقتصادی امروز پیشتون اومدم که نوسانات اونقدر بازار سنگین نیست. اومدم بگم امروز که اتفاقا همه سکوت کردن چه کار باید کرد و حرکت درست توی این سکوت چیه. سوالاتتون رو برای من بنویسید که ما بتونیم با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم. از همه مهمتر آرامش فکری شماست، نخوندن خبرها، دنبال نکردن اتفاقات که نیازی بهش نداریم. اگر سرمایه‌ای نداریم، اگر پولمون بلا تکلیف نیست، نیازی نیست اصلا بخوایم دنبال خبرها، دنبال خبر مذاکرات، موضوعات باشیم. من سعی می‌کنم گزیده صحبت‌ها رو بهتون بدم اینجا که بتونید بهترین تصمیم‌ها رو بگیرید. امیدوارم که در کنار خانواده‌تون و عزیزانتون حالتون خوب باشه همیشه و سلامت باشید.